السلام علیکم اکای حاجی میرزا، زن را در ورق طلاق کرده روان کنی قبول می شود یا نمی شود؟ مقصد یک کس مکتوب می نویسد که به نام زنش که من تو را 3 طلاق کردم یا تو را طلاق کردم، همین درست است یا درست نیست؟ اولا من طلاق ها را به همه شما گفته بودم که شما روانه فقط به مرکز کنید. ما مثال اطراف طلاق بحث و مناظره نمی کنیم و جواب اینها را برای شما گفتم نمی رسانم. بسیار که لازم باشد طلاق چه با مکتوب باشد، چه با طریق اینترنت باشد، چه با طریق تلفن باشد، چه با طریق یک کس تو برای خود رسول انتخاب میکنی، یک کس برای خود یک نماینده انتخاب میکنی، میگوی رو برای زن من بگو که 3 طلاق است، یا با کدام طریقی نباشد، اگر روان کردی همون عددی که میگیری همون عدد واقع میشود، نه بس از مکتوب، اینترنت، تلفن چیزی نباشد طلاق واقع میشود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، زن را در ورق طلاق کرده روان کنی قبول می شود یا نمی شود؟